همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اینجا شهر زیبای پادواست. پادوا معروفه، هم دانشگاهش معروفه، دانشگاهش معروفه، شهر خوبیه. به شما بگم یه مقدار بورسیش مشکل داره الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم، یه مقدار که چه عرض کنم و یه مقدار کمبود بودجه دارم. اینجا از این پل باید رد شیم که میریم به سمت مرکز شهر. ماشین رو من جایی پارک کردم که پول پارکینگ ندم خدا رو شکر. یکم سمت چپ‌ترمون یه دونه رستوران ایرانی درویشه، حتما باید برم غذاشو امتحان کنم. 15 روز تو سفرم و واقعا دلم غذا ایرانی میخواد، حتما بریم اونم امتحان کنیم. یه صحبتی هم بکنیم با یکی از بچهای این شهر، ببینیم آقا از شهر راضی یا نه. تا آخر ویدیو حتما همراه باش، لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب هم یاد نره. تو 5 دقیقه قرار بود برسه اینجا شیما جان و الان 55 دقیقه است من منتظرم. حالا البته داشتم تو کافه کار میکردم ولی بذار برسه اذیتش کنم. این ویدیو واسه ولاگه، یعنی تا الان داشتیم واسه ویدیوی مهاجرتی میگرفتیم، این ویدیو واسه ولاگ. خیلی ممنون، خسته نباشید. شهر زیبایی داریم، پلیس هم هست. خدا نگهدار. خدا خداحافظ. اینجا واسطادیم، یه لحظه اون پلیس رو دیدم تو بودم که نکنه گیر بده. الان اینجا پارک غیر مجاز که نکنه، مثلا پلیس رو نشون بدم این شما بره اونا کارابینیری. الان باید برم پیش دوست بعدی که با ایشون داریم یه دانشکده دیگه ای رو میخوایم فیلم بگیریم. من دانشکده‌های دیگه شهر خودمون رو ندیدم از یه دانشگاه، ولی اینجا مثلا همین پادوا تو یه روز بریم 2-3 تا دانشکده رو میبینیم، یه دانشکده دیگه نشون بدیم خدمت شما بگم که و این که خوابگاهش رو هم فیلم بگیریم. اگر علاقه داشتی به این ویدیو توی کانال محتوای آموزشیم هست، برو نگاه کن، اینجا آدرسش هست، بریم داشته باشیم. 4:52 دقیقه. خوب هستین شما؟ چند تا ویدیو گرفتیم؟ خیلی یه 6-7 تا ویدیو گرفتیم واقعا. 3-4 تا یوتیوبی، 3-4 تا اینستایی. واقعا خسته شدم و شما هم خسته نباشید. درود مستقیم. خیلی دارن زحمت میکشن، حتما به کانال یوتیوب نگاه کنیم بچه‌ها، حتما خیلی اطلاعات مفید. مرسی. بچه بریم ادامه. پاستلی که من دارم یه چیزی بوده 20 دقیقه با خود شهر پادوا فاصله داره، کنار شهر پادواست، توی شهری که معروف به ترمه های آب گرمش. الان دارم میرم اونجا، ساعتم هستش 5:15، هوا تاریکه. سلام علیکم. اومدیم اینجا برای شام. اینجا از این مغازه‌های پنیم و کبابای استانبولی ترکی توره، اما فکر می‌کنم کسایی که اینجا کار می‌کنن و این رستوران دارن هندی ان، چون معمولا ارزون‌تره، چون ناهار رو هم ایتالیایی خوردیم و خب تقریبا میشه گفت گرون‌تره. این موقع تعادل رو رعایت کنیم. شب اومدیم اینجا ساعت 6 فکر می‌کنم. امشب تایم پرفکته. اینو می‌خوریم میریم خونه. 2 تا مشاوره هنوز باید انجام بدم، 2 تا یا 3 تا داره گوشت می‌بره و شبم زود می‌خوام دیگه، چون که این روزا که خب خیلی تو راهم و به هر حال تو وقتی تو سفر باشی بیشتر خسته میشی. واسه همین شب زودتر بخوابم بهتره. هاستل رو خیلی دوست دارم، یعنی اتاق خیلی خوشگلی داریم که شب بریم اتاق رو هم بهتون نشون میدم. این بچه‌ها کبابی که میاره اینجوریه و حقیقتا یکم عجیبه. تو تورین این مدلی پیدا نمی‌کنین. خیلی دهنه این نون بازه و اول باید با چنگال حتما یه مقدار خالیش کنید. من نمیشه خورد. خیلی عجیبه اینجا سبکی که این کباب رو میارن و رسما ساندویچ نیست، این عجیبه. خلاصه اینو بزنیم دیگه فعلا. اینجا اسم هتلش که هاستلم هستش اکوا هتل، به معنی آب. یه استخرم داره، استخر رو صبحانه رو بگیرم میشه 14 یورو، ولی حقیقتا به نظر من اون که بیرونم و دارم مثلا فیلم برداری می‌کنم نگرفتم. اتاقاش خیلیش تک نفریه، هتل توره. من اینجا پاتری، یعنی که 4 نفر تو این اتاق میخوام. اگر کسی نباشه بهتون نشون میدم، اگر کسی باشه یه ویدیو از قدیم میذارم. مثل اینکه کسی نیست. بله خالیه. چه خوش.
ولی سواسید من مطمئن شم بگم. خب مثل اینکه کسی هست، الان نیست. اینجا نگاه کنید وسایل شخصی. بله مثل اینکه کسی هست، الان نیست. اینم دیشب رسیدم تو خونه. دیشب رسیده بودم، اتاق خالی بود. خب خوشحال از اینکه آقا اتاق خالیه، هیچکی نیست. یه دفعه رفتم پایین، اومدم بالا در باز کردم، دیدم یه خانم واسه تازه اینطوری کرد. گفت تخت تو اشتباه انتخاب کردی. گفتم چی؟ گفت مگه شما سنسی؟ گفتم چرا؟ گفت تخت تو اون بالاست ولی وسایلاتو گذاشتی این پایین اینجا. آخه واقعا کی حوصله داره بره اون بالا؟ خیلی سخته. رفتم تلویزیون هم داره. ولی حالت کی تلویزیون استفاده میکنه؟ و خلاصه یه زنه مثلا 35 سال، نه بیشتر، 40 سال 45 سال، بعد با یه کیفه کوله پشتی 80 90 لیتر بود، خیلی سنگین بود. لپتاپم بذارم اینجا یکم کار کنم و مشاوره رو انجام بدم. این از سرویس بهداشتی ما. اوه چقدر نم داره. طرف دوش گرفته اینجا. رفته حموم، رفته استخر رفته. مثلا مشاور گفتم اینجا ببین این منطقه معروف به ترمه و آب گرمش. فکر میکنم استخرش هم این خاصیت آب گرم رو داره. حقیقتا مستند شده داشتم. آقا داستان از این قاعده دارن میخونن و همه پیرن. برای کیس هست درست کردن اینجا. بریم بیرون ما، بریم. وقت خواب ساعت حدود 9. نمیدونم اصلا که این آهنگ چقدر صداش زیاد بود، از کپی رایت میخوره یا نه نمیدونم. این هتلی که اینجا هستم یه دونه استخر روباز داره این پشت و اینم از این. یه روز منم اینجوری گذشت و اینو دیدید. حالا امیدوارم که حال کرده باشید با این ویدیو. نظرتون رو بگید بهم. حقیقتا من خودم خیلی خستم از اونجایی که من تو شهر قبلی همه دوستان بودن، بعد آقا 2-3 روز رفتیم کوه، اینجا فقط کار دارم میکنم و مثلا تنهایی‌ام. خیلی آدم میگن آقا سفر تنهایی سخت هست، مخصوصا وقتی که تو این سفر یه جا میری مثلا 2 تا از دوستات از 3 تا از دوستات هستن، یه جا میای اینجوری کسی نیست و خب مثلا تنها توی اتاق داری کاراتو میکنی. حالا من باز میرم 4 تا ویدیو میگیرم، اگه همینا نباشه سخت هست. اگر عادت کنی مثلا الان 3 روز 4 روز دیگه اینطوری باشه عادت میکنم خب، ولی یه مقدار کار هر کسی نیست، یعنی یه مقدار سخت. اینم از این. امیدوارم که حالتون خوب باشه همیشه. تا ویدیو بعدی بدید نظرتون رو بگید.